سلام. تو این ویدیو یه مرور میکنیم سرویس کاربران بکتوریو و میبینیم که کجا میشه ازش استفاده کرد و در واقع اینکه یه سمپل هم ازش میبینیم. حالا یه توضیح مختصری همین الان بدم که واسه استفاده از سرویس کاربر در واقع شما هر جایی که توی برنامه‌تون احساس میکنید مفهوم کاربر معنی پیدا میکنه، مثلا فرض کنید یه کاربر شما به طور خاص یه سری کامنت گذاشته، کاربر شما یه سری پست گذاشته، کاربر شما یه سری دسترسی مثلا به کانتنت خاصی، مثلا یه آهنگی رو خریده، یه کاری کرده، شما خب اینجا باید این مفهوم کاربر داشته باشین که این دسترسی ها رو تعریف بکنید. برای این کار اول میریم یه پروژه جدید میسازیم. اسم پروژه‌مون رو میذاریم مثلا فرض کنید سرویس تست سرویس کاربران. توضیحش هم خیلی مهم نیست، یه توضیح سوم می‌نویسیم هر چیز خواستیم و ایجاد رو میزنیم. می‌بینید پروژه با موفقیت ایجاد شد. حالا وارد پروژه میشیم. اینجا هم خب هنوز کاری نکردیم، به خاطر همین دیتایی از فعالیتمون تو 24 ساعت گذشته نیستش. می‌بینید به صورت پیش‌فرض سرویس کاربران دیتابیس رایانش و مرکز بازی که احساس می‌کنید حتما باید ازش استفاده بشه، قاعدتاً تو یه برنامه فعال شده و ما الان در حال حاضر می‌خوایم سرویس کاربران رو با هم دیگه مرور کنیم. برای این کار اول من طبق داکیومنتیشنی که خود بکتوری در اختیار شما قرار داده میرم جلو و بهتون نشون میدم که سرویس‌های مختلف چیه و بعد با هم دیگه یه مثال رو نگاه میکنیم که چطوری میشه ازش استفاده کرد. اول من تو سایت بکتوری بخش مستندات رو باز میکنم، اینجا سرویس مدیریت کاربر مستنداتش میارم. حالا این اول کار یه توضیحی در مورد سرویس گفته شده که خب میتونید اینجا رو ملاحظه کنید خودتون. اینو فقط من تاکید بکنم که سرویس ما در واقع بر پایه پروتکل OAuth 2 و اوپن آیدی کانکت هستش. حالا اگر بخواید میتونید برید مطالعه بکنید خودتون ببینید که این پروتکل در واقع چجوری کار میکنن. اینجا دونه دونه سرویس هایی که وجود داره رو با هم دیگه مرور میکنیم. شما میتونید قبل از هر چیزی کاربرتون رو مثلا ثبت نام کنید. خب ثبت نام فرست نیم، لاست نیم، یوزر نیم و موارد دیگر رو اینجا وارد میکنید. یه ریکوست پست میزنید به آدرسی که گفته شده و در جواب میبینید که خب کاربرتون ثبت نام کرده شده، یه آیدی هم بهش اختصاص داده شده. بعد شما هر وقت بخواید میتونید با یوزرنیم پسوردی که مثلا اینجا وارد کرده بودید بیاید ورود انجام بدید. واسه این کار باز به یه آدرس مشخصی که اینجا گفته شده ریکوست میزنید و پارامترهای یوزرنیم و پسورد رو ارسال میکنید. در پاسخ شما یه همچین جوابی میگیرید که چند تا بخش داره. بخش مهمش که واسه ما اینجا باید میخوایم در مورد صحبت بکنیم یه اکسس توکن هستش که میبینید یه استرینگ نسبتا طولانیه که از طریق این اکسس توکن شما اگه توی ریکوستایی که میخواید به بکتوری بزنید این اکسس توکن رو قرار بدین، بکتوری متوجه میشه که از طرف یه کاربر خاصی این ریکوست داده شده. در واقع همه سرویس‌ها با این سرویس کاربران اینتگریت شدن، ادغام شدن. ولی داستانی که اکسس توکن ممکنه بعد از این مدتی بوده مثلا شاید 30 دقیقه غیر فعال بشه، شما اینجا مجبور هستید که از ریفرش توکن که عمر بیشتری داره استفاده بکنید و با استفاده از ریفرش توکن میتونید بدونید که مثلا کاربر دوباره لازم باشه یوزرنیم پسورد بزنه و شما هم قاعدتاً شاید نخواهید یوزرنیم پسورد کاربر رو سیو بکنید چون غیر امن هستش، صرفاً چون ریفرش توکن رو دارید اینو نگه می‌دارید. بعد از چند دقیقه که اکسس توکن غیر فعال شدش، در واقع این ولید شد، اکسپایر شد، شما دوباره از طریق ریفرش توکن که جلوتر میگیم با چه ریکوستی یه ریکوست میزنید، اکسس توکن جدید میگیرید و میتونید دوباره با هم اکسس توکنی که گرفتید دوباره ولید هستش و میتونید باهاش کار بکنید. نکته که وجود داره اینه که ریفرش توکن هم خودش یه مدتی ولید هستش، مثلا فرض کنید 2 هفته 3 هفته یه مدتی که شما اگر بعد از یه وقتی یه ریکوست بزنید از طریق ریفرش توکن اکسس توکن جدیدی رو بگیرید، ریفرش توکنتون هم خود به خود دوباره تمدید میشه. مثلا اگر تا 2 هفته دیگه اعتبار داره بعد شما یه هفته دیگه از طریقش یه اکسس توکن جدید بگیرید، خود ریفرش توکنتون هم تا مثلا اکستند میشه، یعنی دوباره زمانی که میتونید ازش استفاده کنید اضافه میشه و 2 هفته دوباره امکان استفاده ازش وجود داره. سرویس بعدی این هستش که شما خب
میخواین مثلا یه اکسس توکن جدید بگیرین از طریق همون ریفرش توکنی که داشتین، باز اینجا میبینین که موردی که باید بفرستین به این صورت ریفرش توکن و یه پارامتری که باید بفرستین و آدرس هم گفته شده. وقتی اینو بفرستین یه اکسس توکن جدید میگیرین که میتونین دوباره از این اکسس توکن استفاده بکنین. یه مورد دیگه ورود ارباب یا همون مستر هستش که کاربردش اینه شما فرض کنید یه سری از سرویس‌ها، مثلا شما فرض کنید تو آبجکت استوریج بکتری قسمت دیتابیس سرویس دیتابیس، شما اگر فقط مستر باشین میتونین یه کالکشن جدید ایجاد بکنید، یه تیبل جدید ایجاد بکنید و این فقط یه مثال بود و به این ترتیب واسه این کار شما اول باید به عنوان مستر لاگین انجام بدید، یه اکسس توکن بگیرید و از طریق اون اکسس توکن تو ریکوستتون قرار بدین و بفرستین به مثلا آبجکت استوریج یا همون پایگاه داده تا اینکه بتونین کالکشن ایجاد کنید. وگرنه از طریق اگر ورود ارباب انجام ندید و اگر ورود عادی انجام بدید فایده ای نداره و نمیتونید یه سری از فیچرها رو داشته باشین. اینجا مثلا میبینید که واسه ورود ارباب خب یه مستر کی هم باید ارسال بکنید. بخش بعدی ثبت نام مهمان هست. شما ممکنه یه کاربرتون نخواد دقیقاً همون اول ازش یوزر نیم پس اسم و نام خانوادگی و شماره تلفن و ایمیل و غیره رو بگیرین، فقط میخواین که یه کاربر ثبت بکنید. اینجا میتونید خیلی ساده با این ریکوستی که هستش کار در واقع ثبت نام مهمان رو انجام بدین و در جواب من بهتون گفته میشه که یوزر نیم پسورد خاصش چی هست و اینا رو میتونید نگه دارین. بعدن اگه خواستین میتونید همین کاربر رو که حالا مثلا احتمالاً یه دیتایی براش ذخیره کردین، یه دسترسیایی ثبت کردین براش، تبدیل به یه کاربر کامل بکنید که باز اینجا واسه اینکه این کارو انجام بدین باید یوزر آیدی، فرست نیم، لاست نیم، پسورد و یوزر نیم جدیدش، پسورد جدیدش، ایمیل و غیره رو هم ارسال بکنید. و در جواب هم باز میبینید که مواردی که وقتی ثبت نام عادی انجام میدید اینجا دریافت میکنید و کاربرتون به عنوان یه کاربر عادی ثبت میشه. بعد اگه بخواید میتونید خب پسورد کاربر رو تغییر بدین یا اینکه اگه پسورد فراموش شده بودش از این سرویس استفاده بکنید که چیز خاصی نداره. و در آخر هم اگه بخواید میتونین بگین که کاربر من کارش تموم شد و لاگات کردش، در واقع دیگه نه با اون ریفرش توکنی که بودش کاربرتون قرار نیستش دوباره بتونه مثلا یه اکسس توکن جدید بگیره، میخواین ریفرش توکن رو منقضی کنید. به این ترتیب باید یه ریکوست میونید دیلیت باید بزنید به این آدرسی که گفته شده و ریفرش توکن رو ارسال کنید تا منقضی شه کاربرتون دیگه نتونه با اون ریفرش توکن ورود کنه. خب حالا میریم از این سرویسایی که از هم خدمتتون دونه دونه استفاده میکنیم ببینیم در عمل چطور کار میکنن و بعد ازشون استفاده بکنیم. از همین سرویس اولمون یعنی ثبت نام شروع میکنیم. من حالا از پستمن استفاده میکنم. اگه کار کرده باشین باهاش میدونین که میتونین ریکوست رست بزنین با پستمن. اینجا واسه ثبت نام کردن URLی که وجود داره خب کپی میکنمش. اینجا گفته شده که یه X Factor Authentication ID رو باید اضافه بکنم توی هدرام. این رو من بعد از قسمت کلیدها توی بکتوری توی پنل بکتوری برم بگیرم که میبینید اینجا نوشته شده. اینو کپیش میکنم میارم اینجا جزء هدرام به عنوان ولیو میذارمش. خود اسم هدر رو هم که از اینجا میتونم کپیش بکنم. هدر بعدی هم باید کانتنت تایپ رو به طور مشخص بگیم که دقیقاً اپلیکیشن جیسون هستش. حالا این بادی چیزم اضافه میکنیم، ریکوستمون هم اضافه میکنیم، باید به عنوان جیسون این مقدار رو واسش بفرستیم. میبینید حالا من اسمش رو دقیقاً رضا، یوزر نیم پسوردش هم واسه اینکه ساده تر باشه اینو میذارم رضا و پسورد رو هم 1 2 3 قرار میدم و بقیه مواردم که اگه بخوایم میتونید تعیینش کنید. ارسال میکنم ریکوست رو. میبینید که 201 گرفتم یعنی که کرییتد یعنی ساخته شده در واقع چیزی که کاربری که درخواست رجیستر شد دادم و اینجا هم مقادیر مختلفی که حالا مربوط به کاربرم میشه رو میتونید ببینید که نوشته شده که حالا یوزر نیمش، یوزر لاست نیمش و غیره. خب حالا میریم جلو. این هم من باید تغییر بدم. اینجا میریم جلو از سرویس لاگین استفاده میکنیم. البته
حالا میتونیم الان بسازیم، میتونم بعدا بسازیم. واسه این سمپلی که میخوایم داشته باشیم بهتر یه کاربر دیگه هم داشته باشیم. من همین الان یه کاربر دیگه هم اضافه میکنم به اسم مثلا فرض کنید علی. میبینید علی هم کاربر ساخته شدش و دقیقا هم چیزایی که باید بگه رو که مثلا یوزر نمیشه بوده، فرست نیم، لاست نیم و غیره هم اینجا بهم اعلام میکنه. حالا میریم سراغ سرویس لاگینمون. میبینید که آدرسش فرق میکنه طبیعتا با ثبت نام. این آدرس رو میذاریم اینجا. هم باز باید همون آتنتیکیشن رو داشته باشیم که قبلا گذاشته بودیم. کانتنت تایپمون باید مالتی پارت باشه، واسه اینکه حالا تو پستمن به طور خاص اینو میتونیم ضبطش رو بزنیم حذف کنیم اون هدر رو و بیایم روی فرم دیتا. و یه هدر دیگه هم باید اضافه کنیم که آتنتیکیشن کی هستش در واقع. این رو هم باز دوباره از توی پنلمون میتونیم اینجا برش داریم. فقط اگه اینجا دقت کنید یه مستر داره یه کلاینت. شما این آتنتیکیشن کی مسترتون رو هیچ وقت نباید برای کسی مشخص بکنید، کسی نباید بدون این کلید شما رو. و بعد از کلاینت در این موارد استفاده کنید. مثلا وقتی شما بخواید کل دیتاتون رو جایی پاک کنید یا مثلا شبیه به این همون ورود ارباب که توضیح هم دادم قبلا، باید از این کلید استفاده بکنید واسه همچین کارهایی. ولی الان چون ما می‌خوایم صرفا یه کاربر عادی داشته باشیم از همین کلید کلاینت استفاده می‌کنیم. اینجا کلید آتنتیکیشن کی کلاینت رو هم اضافه می‌کنیم. حالا باید یوزر نیم پسورد رو اضافه بنویسیم اینجا که من می‌نویسم یوزر نیم رضا و پسوردم رو هم 1 2 3 که گذاشته بودم رو وارد می‌کنم. بعد ریکوست رو میزنم. میبینید که درخواست با موفقیت انجام شدش و بهمون اون اکسس توکن که لازم داریم رو میدیم. حالا ما یه جایی هم نگه میداریم اینو واسه اینکه واسه مثال جلوتر میبینید لازم داریم این اکسس توکن رو واسه مثالی که داریم. یه بارم با علی من لاگین رو انجام میدم. همین کاربرش که دقیقاً علی بودش و پسورد دقیقاً همون 1 2 3 بودش. با علی هم لاگین کردم. میبینید که یه اکسس توکن دیگه هم برای علی گرفتم. خب حالا برمیگردم ادامه میدم کار رو. میبینید گرفتن دسترسی جدید، توکن دسترسی جدید و غیره اینا الان فعلا لازم ندارمش. من میخوام فرض کنید ببینم که چطور میشه دسترسی ها رو جدا کرد. شما اگه قبلا قسمت رایانش رو دیده باشید میدونید که میتونید ما یه سری کد بذاریم سمت سرور تو بکتری و ازش استفاده بکنیم. من یه مثال پیشنهاد می‌کنم اگه ندیدین الان ویدئوی رایانش رو هم ببینید. الان فقط یه نمونه ساده ازش آماده شده بهتون توضیح میدم چطوری ازش استفاده می‌کنیم. اولا دیتابیس رو هم بعد از این ویدیو میتونید دیتابیس رو هم ببینید. خیلی چیز ساده‌ایه استفاده که ما الان ازش داریم. می‌بینید اینجا 2 تا تیبل داریم یا حالا کالکشن توی مونگو بهش میگن. ما پریمیوم یوزر رو انتخاب میکنیم مثلا کالکشنش رو و یه دونه یوزر رو اینجا ما ثبت کردیم. یعنی تو دیتابیسمون به اسم پریمیوم یه یوزر به اسم رضا با یوزرنیم رضا رو ثبت کردیم. حالا توی کدهای رایانشی که داریم هم میریم نگاه میکنیم. میبینید که اینجا مثلا یه تابع تعریف کردیم که این تابعمون توی تابع رایانشمون البته لازم نیست این جزئیات خیلی بهش دقت کنید، ممکنه بعداً بخواید ویدیو رایانش رو ببینید. حالا من یه توضیح کلی ولی در موردش میدم. میبینید که ما اینجا مثلا گفتیم آقا اون کالکشن در واقع پریمیوم یوزر رو بگیر با این دستور استیکیمون و بعد اینجا اومدیم یه کوئری روی کالکشن در واقع پریمیوم یوزرمون میزنیم و میگه من این یوزر نمی که از ورودی گرفتی رو به عنوان در واقع یه پارامتر به عنوان پارامتر کوئریمون پاس میدیمش و یه کوئری رو دیتابیس میزنیم. اگر دیتابیس جوابی که بهمون دادش روی ریزالتش حداقل یه دونه آبجکت بود، یعنی یه دونه مثلا رکورد توی دیتابیسمون داشتیم که یوزر نیمش دقیقاً همین رضا بودش که ما وارد کرده بودیم، در این صورت میگیم که آدرس مثلا عکس پریمیوممون فلان هست و اگر که همچین دیتا یعنی مثلا اسم یوزرمون اگه علی باشه اینجا کوئری که میزنیم توی پریمیوم یوزرها نیست و میگیم که امکانش نیست ویدیو در عکس رو ببینی، برو و اکانتتو به پریمیوم آپگرید بکن.
خب حالا برای اینکه ببینیم دقیقا اگه این ریکوست رو بزنیم و این تابع رو اجرا بکنیم چه اتفاقی میفته، باز از طریق پستمن شما اگه دیده باشین ویدئوی رایانش رو می‌بینید که با این آدرس، با همچین آدرسی باید ریکوست رو بزنید که تا این قسمتش خب ثابت هستش. بعد اینجا آیدی پروژه شما میادش که باید برید از قسمت کلیدها کلاود کد آیدی اینجا رو کپی کنید بیارید و اسم تابعتون هم که ما اینجا حالا مشخص کنیم get premium photo بعدش میذارین. اینجا ما میایم حالا یه هدر اتوریزیشن میذاریم که واسه همه سرویس ها میتونید این هدر رو اضافه بکنید و اینجا بیرر در واقع یه متدش هستش که خیلی چیزم نداره، فرقی نمیکنه. شما در واقع همیشه توی بکتری باید همین رو استفاده کنید. واسه پروتکل اوات حالت دیگه هم میتونید داشته باشین بیرر و شما اینجا فقط همین بیرر رو استفاده کنید توی بکتری و بعد هم باید اکسس توکنی که گرفتین رو قرار بدیم. مثلا من برای علی اول اکسس توکن علی رو کپی میکنم و بعد از بیرر یه اسپیس میزنم و پیستش میکنم اینو و سند رو میزنم. میبینید تابع اجرا شده و به من میگه که سال یعنی باید اکانت رو آپگرید بکنید. اینجا تو خود کدم اگه بخوایم ببینیم میبینید که دقیقاً یعنی رسیده به این خط، اومده دیده که کاربری با این یوزرنیم توی پریمیوم یوزرها نیستش و به این نقطه رسیده. حالا با اکانت رضا میایم دوباره اکسس توکن رو کپی میکنیم، اینجا قرارش میدیم، ریکوست رو میزنیم. میبینید که این بار جوابی که بهمون داده این یکی جواب هستش، یعنی گفته که موفقیت آمیز بودش و یه لینک هم حالا واسه اون عکس خاص بهمون داده. حالا من این لینک رو اگه باز کنم عکس رو هم میتونم ببینمش. شما میبینید که عکس هم دانلود میشه. این هم عکسی هستش که اکانت پریمیوم فقط بهش دستی داشت. امیدوارم که این ویدیو مفید بوده باشه. اگر نکته‌ای بودش با ما در ارتباط باشین، در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون.